یادت از روحانی گفت که زهرمی وزیر شده است، یه جوان تو کابینه حریف چند تا پیر شده است. یادت از گفت نمرد دست وزیر رو فیلترینگ، حل میشد تمام مشکلاتمان با دینگ و دینگ. یادت از گفت که تلگرام اشتغال زایی دارد، ارتباطات تو نظام یه جای بالایی دارد. خرش از پل که گذشت وعده هاشم مالانده شد، تو تظاهرات دی دولتشم چلانده شد. تقی خورد به توقی و زهرمی هم چلنگ زد، بعدش هم نیامده دگمه فیلترینگ زد. حیوانی دست ما را نخوانده بود، خرش تو جاده پیچ پیچ ما نرانده بود. اگه تو دگمه فیلترینگ داری، ماییم و لشگر فیلتر شکنا، ملای فسیل عهد سرخوتا، اینقدر نپیچ به دست و پای ما. شیخ حسن وقتی که دید حریف مردم نمیشد، وقتی دید ایران مثل حوزه های علمیه گم نمیشد، گفت حالا حمله کنید به هرچی فیلتر شکن است. فیلتر شکن دستور شیخ حسن است، اما دید ریش حسن با این چیزا فر نمیشد. آخه فیلتر شکنا اینجوری فیلتر نمیشد. خلاصه هر دری زد دردی ازش دوا نشد، با کلید شیخ حسن درای بسته وا نشد. ما هنوز با بچه ها توی تلگرامیم ببم، ما برای این نظام فرجام برجامیم ببم. کارتان تمام شد است چرا نمیرد به گوشتان، بابا جمع کنید شما با فیلتر و سروشتان. فرض کنیم تلگرامم بستید و فیلتر کردید، یا اصلا اینترنت زرزر و واجر کردید. ته خط با ملت آسی مخواید چه کار کنید؟ به کدام سوراخ مخواید با همدیه فرار کنید؟ مرسم خدمتتان همین روزا با شور و حال، بعد میگم کل نظام رفته است تو فاز ارتحال. من میام خدمتتان تو این تلگرام یه روزی، بعد میگم هموطنان مبارک است این پیروزی، بعد میگم هموطنان مبارک است این